بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. ضمن عرض سلام خدمت اساتید بزرگوار و عمر با عزت برای نزیدن از درگاه خداوند. و اما بعد مطلبی رو در مورد امام زمان شیعه میخواستم عرض کنم. این که متاسفانه آنها که در ایران خود را شیعه اهل بیت میدانند، اکثر آنها مردمی ساده دل و پاکسرشت هستند که به دلایل مختلف از جمله آشنا نبودن به زبان عربی و یا نداشتن فرصت برای مطالعه چند آیه کوچک قرآن را مثل جدول ضرب حفظ کرده که بیشتر در خانه نماز میخوانند تا مسجد. مفهوم کلماتی را هم که بیان میکنند با دقت توأم با معرفت به کلام خداوند توجه نکرده و توتیوار سوره فاتحه را خوانده به مفهوم آن اعتنایی ندارند. تنها چیزی که بلد هستند این که هر شنبه به جمکران بروند و حاجات خود را نوشته در چاپ بیندازند، یا اینکه به امامزاده رشوه به نام نذر بدهند تا اینکه حاجات دنیایی آنها برآورده گردند. چرا که اهل بیت پیامبر را خدا نمیدانند ولی از خدا هم جدا نمیدانند. میگویند چه به درگاه خدا راز و نیاز کنیم و چه سر قبر برویم و حاجت بخواهیم. عطای آنها مانند عطای خداوند است، یعنی از مشرکین مکه هم مشرک‌ترند. حال که قرن 21 و قرن تکنولوژی و ارتباطات باز در گوشهای خود پنبه و موم گذاشتن تا صدای توحید را نشنوند، چون برایشان ناگوار است. در مورد ولادت امام زمان هم چیزی زیادی بلد نیستند، چون عادت کردند که در حسینیه ها و تکیه ها چای و حلوا بخورند و مانند بز اخفش سر خود را تکان دهند. اصولا اهل تفکر و تدبر نیستند. 40 روایت در اصول کافی در مورد ولادت امام 12 وجود دارد که 35 روایت آن جعلی و 5 روایت دیگر هم افرادش ثقه نیستند. به همین دلیل آخوندهای مکار و مشرک میروند سراغ کتابهای اهل سنت که از طریق کتابهای اهل سنت به جماعت وجود امام را ثابت کنند، مانند ابن حجر عسقلانی و ذهبی و غیره. حال سوال اینجاست که شما که این افراد را دشمن اهل بیت و ناصبی میدانید، پس چطور از کتابهای آنها دلیل میآورید؟ آیا تولد امام سری بوده یا علنی؟ اگر علنی بوده مدارک آن کجاست؟ اگر سری بوده و کسی جز امام 11 از آن خبر نداشته، این راویان در خانه امام عسکری چه کار میکردن؟ آیا شب و روز در اتاق خواب امام بودن که خبر داشتن که یک شبه حامله شده و صبح هم زایمان کرده؟ اگر کسی سوال کند چطور امام 1000 اندی سال است که زنده است، میگویند نوح هم 900 سال زنده بوده. بله زنده بوده و بقیه افراد در زمان آن حضرت نوح هم همانطور عمر میکردن، نه اینکه آنها 50-60 سال عمر میکردن از دنیا میرفتن و حضرت نوح 10 برابر نسل خود عمر میکرده که این با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. ضمن اینکه آن افراد حضرت نوح را میدیدن و با او هم نشین بودن و صحبت میکردن. امام را که کسی ندیده و معلوم نیست که کجاست. گاهی میگویند در جزیره خضرا یعنی جزیره سبز، در مثلث برمودا در خاک آمریکا، و گاهی هم چوپان دروغگو با یک واسطه میگوید در تهران است و ازدواج کرده و 2 بچه دارد. جل الخالق. بعد برای اینکه مردم را در شک نگهدارند یک حدیث جعل کرده که کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوائه و فی العوام یقلدو، که مردم چشم و گوش بسته هرچی که ملا و آخوند بگوید قبول کنند، چون اینها وکیل شده و نایب امام هستند. بعد امام که ظهور میکند 313 تن یاران او هستند که شیعیان خاص آن حضرتند. سوال من این است که در این 1000 اندی با این همه آیت الله و آیت العظما و حجت الاسلام و فقه الاسلام و شیخ الاسلام 313 تا نشده که ظهور فرمایند؟ این آخوند در طول این سالها از بین آنها 313 نفر هنوز پیدا نشده که ظهور کند. فقط گاهی به خواب این آخوند یا آن آخوند می آید، یا اینکه آخوند مشهدی که در جاده و در سرما اتومبیلش خراب می شود، یک مرتبه یک نفر در سوز و سرما پیدا می شود، ماشین آقا را درست می کند و بعد هم یک مرتبه غیب می شود و آخوند بالای منبر می گوید حیف شد امام زمان بود و من نفهمیدم. حال فهمیدیم که امام زمان غیر از اینکه فیزیک و شیمی و هندسه و نجوم و ریاضیات میداند، میکانیکی هم بلد است.
فقط نمیدانم که ماشین‌های قدیمی را فقط تعمیر می‌کند یا به اتومبیل‌های جدید کامپیوتری و دیجیتالی هم وارد است. خدایا، خداوندا، ملت ایران و مسلمانان جهان را از شر این مفسدان فی الارض ایمن دار و نابودشان فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. واقعا انسان زبانش قاصر است از گفتن هر چیزی. شاید برخی از مثال هایی که شما زدید برادر امیرحسین خنده آور و مضحک بود، اما هنگامی که به عمق فاجعه می نگریم بسیار دردآور است. برادری تماس گرفته بودند که گناه ما چیست. تماسشون پخش شد و پاسخ هم دادم. نه تنها گناه شما برادر عزیز، بلکه گناه میلیون ها میلیون ملت مظلومی که در ایران هستند و با نام شیعه و محبت اهل بیت اونها رو فریب میدن چیست. میلیون ها جوانی که امروز از دین زده شدند، دین گریز، و برخی ها دین ستیز شده اند، گناه آنها چیست. میلیون ها و هزاران دختری که از خانه فراریند، کارتون خواب ها، کودکان کار، دختران فراری، جوانهای معتاد، گناه اینها چیست؟ جوانهایی که با احساساتی پاک و لطیف نوجوانی را طی کرده اند، اما هنگامی که به جوانی میرسند میخواهند که سر و سامانی بگیرند، کانون خانواده ای رو تشکیل بدهند، هرگز نمیتوانند. هرگز نه تنها نمیتوانند که خانواده تشکیل بدهند، حتی قادر به تأمین مایحتاج فردی خود هم نیستند. جوانهایی که کلیه خود را میفروشند، دخترانی که ناموس خود را میفروشند، کسانی که برای سد رمق حاجت خود شروع می کنند به فروختن ناموس خود. گناه اینها چیست؟ هرچقدر بگوییم از این مصیبت ها و از این ظلم ها و ستم ها باز هم کم گفته ایم، اما هرگز رسیدن به رهایی، رسیدن به آزادی بی بها نیست، بی ارزش نیست. ما باید زحمت بکشیم، حقیقت زندگی را بدانیم که برای چه به این دنیا آمده ایم. خالق یکتا چرا ما را خلق کرده است؟ از ما چه میخواهد؟ در سخنان گوهربارش در قرآن کریم ما را به چه امر میکند؟ توحید چیست؟ قرآن چه میگوید؟ پیام قرآن چیست؟ محمد مصطفی از ما چه میخواست؟ آیا ما بیهوده خلق شده ایم؟ آیا ما این گونه خلق شده ایم که چند سبایی در این دنیا زندگی میکنیم سپس میرویم و همه چیز تمام شد؟ آیا دنیا چنین است؟ نه، هرگز چنین نیست. آیا آنچه که این آخوندها به ما میگویند از تفسیر نادرست و غیر معقول دین درست است، یا آنچه که کمونیست ها و دین ستیز ها به ما میگویند؟ نه، هیچ کدام. برویم قرآن را ورق بزنیم، بدانیم که قرآن از ما چه میخواهد، الله به ما چی میگوید. اللهی که آنقدر بر ما محبت دارد، هر چقدر که ما گناه بکنیم، معصیت بکنیم، اشتباه برویم، اما باز بگردیم، ما را میپذیرد. الله متعال در حدیث قدسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، از جانب الله متعال میگوید که اگر بنده من به سوی من حرکت بکند، آرام آرام من تون تون به سوی او می آیم، و اگر بنده من
به سوی من تند بیاید من دویده به سوی او میآیم و اگر بنده من یک وجب به سوی من بیاید من یک بغل و یک گز به سوی او میآیم. همین ترتیب، یعنی هر چقدر بنده به سوی من رجوع کند و اظهار پشیمانی بکند و راه درست رو تشخیص بدهد و انتخاب بکند و بخواهد که به آن عمل بکند، من بیش از او، بیش از بنده ام، او رو میپذیرم و به او توفیق میدهم. هیچ وقت دیر نشده بیننده عزیز. بیاییم قرآن رو ورق بزنیم، بخوانیم، معانی درست قرآن رو بفهمیم، نه کلام آخوندها رو. بیاییم سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، کتاب بخاری، کتاب مسلم رو با ترجمه صحیحش بخوانیم، ورق بزنیم و بدانیم که رسول الله از ما چی میخواست. قضاوت نکنیم بدون علم و دانایش و آگاهی در مورد دین مبین اسلام. هرگز فریب کسانی رو نخوریم که توهین میکنند بدون علم و آگاهی قضاوت میکنند در مورد قرآن و سنت. دین اسلام دینی نیست خاص یک قوم و یک قبیله و یک نژاد و یک نسل و یک زمان و یک گروه، نه، برای تمامی بشریت در تمامی زمانها آمده است. برای عرب، برای فارس، برای روم، برای ترک، برای لر، برای کرد، برای بلوچ، برای تمامی بشر و در تمامی زمانها. این چیزی است که قرآن بر آن تأکید دارد. و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا. ما تو را نفرستادیم ای محمد مگر برای این که بشارت بدهی به تمامی مردم و بترسانی، بیم بدهی آنها را. باز یعنی چه کسانی رو؟ تمامی مردم رو بیم بدهی از عاقبت راه نادرست و بشارت بدهی به سرانجام نیک و فرجام درست راه حق. آری این چنین است برادر. کسانی که سود و مصلحت زودگذر دنیوی آنها این را می طلبد که جلوی راه حق را بگیرند، از رسیدن پیام حق به شما برادر و خواهر گرامی جلوگیری می کنند. روزی با پارازیت، روزی با اعدام، روزی با شکنجه، روزی با ترور، روزی با زندانی کردن و روزی دیگر با توهین و ناسزا گفتن و دشنام و استهزا کردن.